رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود. رسول اکرم میگه دائم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیر که از پس من نماز میخوان کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتند، اون پسر وفات کرد. این موی سفید و کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز او هوچ کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد، اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت، زیرا که بی نهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است. لکن دنیا ابدی نیست. این رسول اکرم برای او گفته.